بدترین استرسی که من به عمرم کشیدم آخرین امتحان دوره دبیرستان امتحان فیزیک بود. اون موقع ها یه قانون بیرحمانه‌ای بود، میخواستن برای شما هم بذارن، چیز شد نذاشتن. یه قانون بیرحمانه‌ای بود میگفت اگر قبل کنکور همه امتحانا رو پاس کردی، قبل کنکور همه امتحانا رو تو خرداد پاس کردی، میتونی بری دانشگاه. اگر یه درصد هم موند، شما حتی اگر رتبه 1 کنکور میشدی نمیذاشتن بری دانشگاه، حتما باید خرداد همه امتحانا رو پاس میکردی. حالا من مشکلم چی بود؟ ببین من رشتم ریاضی فیزیک بود، اما کنکور رو میخواستم کنکور انسانی شرکت کنم. همه انرژیمو گذاشته بودم رو درسای انسانی برای کنکور، فلسفه، منطق، تاریخ، جغرافی، روانشناسی، جامعه شناسی. اما خرداد باید فیزیک و شیمی و هندسه و گسسته و دیفرانسیل و اینا پاس میکردم. کنکور آزمایشی سازمان سنجشم شرکت کرده بودم، رتبم شده بود 12. میدونستم رتبم خوب میشه تو کنکور، اصلا دلم نمیومد درسای انسانی رو بذارم کنار رو بیام فیزیک و شیمی و اینا پاس کنم. رو آورده بودم به تقلب میکردم با بچه درس خونه‌ای کلاس هماهنگ کرده بودم. آقا زار تو زار با 19 و 20 امتحانا رو پاس میکردم، تا اینکه شد آخرین امتحان فیزیک. خب شما میدونین دیگه فیزیک بچهای ریاضی از فیزیک بچهای تجربی جداست. ما بچهای ریاضی رفتیم سر جلسه، دیدیم تجربی ها دیروز امتحان دادن. خب چه مشکلی پیش اومد؟ تجربی ها دیروز امتحان داده بودن، چه مشکلی پیش اومد؟ ای گفتی. خب رفتیم سالن خلوت بود دیگه، سالن خلوت بود، نصف بچه ها نبودن، دیروز امتحان داده بودن. آقا من اینجا نشسته بودم، اون که میخواستم تقلب کنم 6 متر اونور، اون یکی 6 متر اونورتر. ببین تا 10 دقیقه مونده بود به آخر امتحان، برگه من سفید بود، فوش خار مادر بود. به خودم میدادم که آخه تو که این همه امتحانو پاس کردی، این یکی رو میخوندی دیگه، این یکی رو یه روز وقت میذاشتی میخوندی، چه ریسکی بود کردی آخه. مدیرمون با من خیلی بد بود. ببین من هم سن شما بودم، خیلی بی شخصیت بودم، یعنی چطور بگم، شیطون مؤدب داریم، شیطون بی تربیت داریم. من از این شیطون بی تربیت ها بودم. یعنی مدیر و ناظم قیافه منو میدن و کهیر میزدن. آقا این مدیره میمد یه نگاهی به این برگه سفید من میکرد، یک لبخندی از ته دل میزد و میرفت. یعنی قشنگ احساس میکردم هرچی در طول سال فوشش داده بودم با این نگاهش داره جبران میکنه و فوشا رو برمیگردونه. آقا هیچی، نشستم منطقی فکرامو کردم، گفتم که خب من که همین جوری صفرم، تقلبم هم بگیرم با صفرم. خب پس من تقلب میکنم، خیلی هم وحشیانه تقلب میکنم، حداقل با شرافت میمیرم دیگه. آقا هیچی، این یه دوستی داشتم، دوست صمیمی، امیر ارسلان، 6 متر اونورتر نشسته بود و این برگه سفیدم رو بهش نشون دادم با گردن کج. این خودش میفهمید برگه سفید با گردن کج یعنی چی. این یعنی من کنکور آزمایشی رتبم شده 12، تو کنکور رتبم خوب میشه، با این وضع و این برگه سفید نمیتونم برم دانشگاه. امیر ارسلان اومد و رو برگه سوالا، ببین یه سوال داشتیم، یه برگه سوال داشتیم، یه برگه جواب دیگه، اومد رو برگه سوالا جوابا رو نوشت. فقط کافی بود من برم برگه سوالامو بدم به اون، برگه سوالای اونو بگیرم بیام اینجا پاک نویس کنم. ببین 3 تا دانش آموز بودیم، 6 تا مراقب، آخرای سال اون بود دیگه، 3 تا دانش آموز، 6 تا مراقب. دبیر دین و زندگی منم از این دبیر چه قرا بود دیدی، از این دبیرها که نمیذارن تقلب کنی از اونا بود. آقا هیچ، اصلا نگاهم نکردم، بلند شدم از جا، این مرد، رفتم 6 متر اونورتر، برگمو دادم به ارسلان، برگه امیر ارسلان رو ورداشتم، اومدم نشستم سر جام. هیچ کس ندید. قشنگ اون صحنه رو یادمه، انگار زمان وایستاد. این دبیر دین و زندگی یه چیزی پاشو نیست زد، برگشت اینجا پاشو شروع کرد کاروندن. مدیرمون و ناظممون همون لحظه برگشتن با هم شروع کردن صحبت کردن. هیچ آقا، هیچ کی ندید. حالا من یک کلمه فیزیک بلد نبودم که،
نمیدونستم اول فرموله رو بنویسم بعد اون چرت و پرتای زیرشو، اول چرت و پرت بنویسم بعد اون فرموله رو بنویسم. خط خرچنگ قورباغه این امیر ارسلانم ببین کم مونده بود خود مدیره رو صدا کنم بگم آقا به نظرت اینجا چی نوشته این. هیچی، درد سرتون ندم، نوشتم، همه چیزو نوشتم و پا شدم و رفتم به مدیر برگر رو تحویل دادم. آقا برگر رو نگاه کرد و انگار کاخ آرزوهاش ریخت پایین. گفت شیخ اینا رو از کجا آوردی نوشتی؟ منم میگم بی تربیت بودم دیگه، زدم سر شونش و گفتم من اون 1.5 ساعت اول داشتم فکر میکردم، خداحافظ شما. برگر رو دادم بهش و اومدم و اون امتحان رو با نمره 12 پاس کردم، با 12 پاس شد.